این نه سنگ اسلبه، نه پورسلین و نه ماربل شیت. آخر ویدیو بهت میگم جنسش چیه. از اونجایی که تر مثل سرامیک پرینت میشه، هیچ محدودیتی شما توی بوک مچ فرمت ندارین. و اما قسمت باحال ماجرا قابلیت اجرای بکلایت یا همون نورگذر خودمونو داره. ابعادو فقط ببین، 6 متر در 4 متر. از حق نگذریم این بار از سنگ و سرامیک یه سبقت خیلی خوب گرفت. جنس بدن هم طوریه که نه با چکش میشکنه و نه با این قرتی بازی ها. بله، این تکنولوژی پرینت بر روی شیشه سکوریت خامه. من که خودم عاشق سنگم، شما چطور؟